خب رفتیم لایف. سلام و خوش اومدید به یک لایف اینجا در پیج ودر فور یو. اینجا در شتوتگارت هستم، همینجور که اعلام کرده بودیم شلوسپلاتس معروف شتوتگارت، و گفته بودیم که دوستانی که مایل هستن با ما صحبت کنن بیان و عده‌ای هم اینجا جمع شدن. میتونیم از اینجا شروع کنیم. دوستی که از یونان و لسبوس به شتوتگارت میاد. چند وقت یونان بودید؟ نزدیک 32 ماه یونان بودم. الان تقریبا 1 ماه هم هست اینجا و با پاسپورت اومدم، قبولی گرفتم اونجا و اومدم اینجا. سوالی که ما در این برنامه داریم اینه که آیا مهاجرت، پناهجویی به آلمان ارزشش رو داشت یا نداشت؟ شما چه پاسخی برای این سوال دارید؟ خب این از 2 تا منظر مختلف میشه. یه قسمتایی میشه گفت خیلی خوبه، یه قسمتایی میشه گفت نه. یه جایی که به نفع پناهنده ها باشه میشه آلمان خیلی کشور خوبیه، جایی که نه به نفعشون نباشه، حقوق سوسیالی یه روز دیرتر ریخته بشه، خب آلمان کشور خیلی بدی میشه. ولی کلا از نظر قوانین و نوع برخورد و حالا کارهایی که اتفاق میفته زیاد من اون چیزی که فکر میکردم نبود. مثلا من الان نزدیک 27 ماه من اینترویو دادم، هنوز جواب مصاحبه من نیومده. من بچه‌م اینجا به دنیا اومده، هنوز هیچ مدارکی نداره. 27 ماه؟ یعنی میشه این چند سال که خودشه؟ 2 سال خورده‌ای که 2 سال و تقریبا 3 ماهی که من مصاحبه شدم، هنوز جوابم نیومده. اداره بانف به من گفتن مدارک میخوان. من پاسپورت یونان رو دادم، مدارک یونانمو دادم. الان من بچه‌م 9 ماهشه، هنوز هیچ مدرکی نداره. خب هر روز یه هفته تعطیل، اولاو بن کراین کن و کار واجبم داشته باشی. شما باید بری ساعت 3 و 4 صبح اونجا بخوابی، بشینی تا نوبتت بشه. آیا نوبتت بشه ساعت 10 صبح نشه؟ این مشکلاتش ایناست. ولی میگم من خب چون تو یونان هم زندگی کردم، شرایط یونان خیلی سخت‌تر بود به نسبت اینجا 100%. خب تو شما خودت بودی اونجا، کلی مصاحبه گرفتی، شرایط مردم توی چادر، ما خب همون شرایطش. اینجا به نسبت سبک زندگی یه خورده بهتره، ولی از نظر مثلا میشه گفت روزمرگی اینجا سخت‌تر از کشورهای دیگه. من نزدیک 9 سال از ایران اومدم بیرون، داریم وارد 10 سال میشیم. من 4 سال ترکیه بودم، یه هم چیزی ندیدم. 3 سال ترکیه یونان بودم، باز مجددا ندیدم. الان اینجا که اومدم خب کاغذبازی و اداره و این کار و اون کار و اجازه کار، مشکل اجازه کار داری، مشکل مدارک برای بچت داری، مشکلات اینجوری رو داری. میگم من اون طرز یعنی هنوز به اون آرامشه نرسیدید؟ آرامشه که اصلا ما چون سیستممون پناهندگی متعاقبا مطمئن با شما هیچ موقع ما به آرامش نخواهیم رسید، چون نصف زندگیمون جای دیگه است. ما فقط جسممون اینجاست، فکرمون جای دیگه است. آرامش اونجوری نخواهیم رسید. ولی اون چیزی که من فکر میکردم راجع به آلمان نبود. من فکرم خیلی بیشتر از اون بود، ولی متاسفانه نبود. ولی بازم نمیشه گفت مثلا الان 100% دوستایی که تو این اینستاگرام کامنت ها میاد آقا ناراحتی برگرد برو ایران زندگی بکن، نمیدونم چه دماغت کجه اونجا. من با ایناش کار من واقعیت رو گفتم. میگم ما هم حقوقمون میدن، هم جای خوابمون هست، ولی خب به نسبت شرایط یه خورده نیست، اون چیزی که باید باشه نیست. بسیار عالی. میتونم از شما خواهش کنم اگه مایل هستین صحبت کنی؟ Deutsch oder Persisch? Was ist besser? کدوم بهتر؟ Ich kann auch nicht so gut Deutsch. خب پس فارسی صحبت کنیم. Okay, beides. شما چند وقت آلمان هستین؟ So, ich bin 9 Jahre hier. Almani صحبت کنیم. Okay, auf Deutsch. Okay. Hat sich die Flucht gelohnt? Sie kommen aus Afghanistan. Genau, richtig. Hat sich die Flucht gelohnt? Ja, also nicht so gut. Nein, nicht so, aber Warum nicht? also ich wusste nicht, dass hier es zu leben so schwierig ist. In Deutschland? In Deutschland, ja. Was ist daran schwierig? Vielleicht kommen Sie ein bisschen näher, weil wegen der Sonne. Also am Anfang habe ich sehr schwierig gehabt und also hier ist viel stressig. Man bekommt nicht also Arbeitserlaubnis so schnell, man bekommt keine Aufenthalt so schnell. Ich habe nach 7, 8 Jahren habe ich Aufenthalt gekriegt. Genau. Und was machen Sie jetzt? Also aktuell ich arbeite nicht. Also ich habe gearbeitet 7 Jahre und jetzt arbeitslos. Genau. Und warum kriegen Sie keine Papiere? Was ist das Problem? Ich habe gekriegt, aber nach 8 Jahren schon. Ja, ich bin seit 9 Jahren hier. Genau.
Und jetzt gibt es aber Probleme mit der Ausländerbehörde hier in Stuttgart. In Stuttgart, ja, aber ich wohne nicht direkt in Stuttgart. Ich wohne in einem Teil von Stuttgart, so in Ludwigsburg. Genau. Ich habe keine Probleme mit der Arbeitserlaubnis, aber ich habe gehabt. Genau. Aber was haben Sie für eine Vorstellung gehabt؟ چه انتظاری از آلمان، یه تصوری از آلمان داشتیم؟ از آلمان انتظار داشتیم که همه مهاجرین که اینجا میاد حقوق مساوی داشته باشه. حالا ببین اوکراینا با زبانشون با زبان مادریشون میتونن که فحاشی انجام بدن، اما ما نمیتونیم. چرا نمیتونیم؟ خب این که میگن که همه حقوق یکی داره، خب مساوی داره که نیست. فقط اینا میخوام که همه مهاجرین باید چشم ببینن. یعنی همه حقوق اوکراینی داره، ما هم باید داشته باشیم، چی افغانی باشه، چی ایرانی باشه، سوریایی باشه، هر جایی که بیاد. بالاخره اون طرفی که از اونجا میاد اینجا یک مشکلی داشته که توی کشورش. بله. بسیار عالی. مرسی از شما. با شما صحبت کنیم که خب بیام سراغ شما. شما چند وقت آلمان هستید؟ من 1 سال و نیم اومدم آلمان، از ایران اومدم تهران. و در شتوتگارت هستید؟ بله شتوتگارت هستم. سوال ما این هستش که ارزشش رو داشت مهاجرت پناهندگی به آلمان؟ حقیقتش اینه که اصلی ترین چیز اینه که از بیرون خیلی قشنگه. آلمان از بیرون قشنگه؟ از بیرون قشنگه. ما خودمون ایران که بودیم واقعا فکر می‌کردیم بهترین جای دنیاه، ولی اومدیم فهمیدیم بهترین جای دنیا اون ایران خودمونه. چرا؟ والا خیلی سخته اینجا دیگه، شرایط زندگی کردن و سوسیال و اینا همه چی اینجا واقعا مشکل و دشواره دیگه. اومدیم اینجا هر چیزی که شنیده بودیم یه جور دیگه است اصلا. واقعا اون چیزی که ما دیده بودیم و میشنیدیم نبود. من خودم کلی در رابطه آلمان و جای کشورهای دیگه تحقیق میکردم، تو یوتیوب فیلم میدیدم در رابطه چیزاش، ولی وقتی اومدم اینجا دیدم واقعا یه چیز دیگه است. همین این تفاوت‌ها رو شاید بهتر بتونید شرح بدید. چی شنیده بودید، چی میدونستید و اومدید چی شد؟ من یه چیز خیلی مهمی که شنیده بودم، خیلی اینجا به فرق نمیذاشتن، تبعیض قائل نمیشدن، ولی اومدم میبینم بین منی که یه آسیایی هم با یه اروپایی که اینجا خیلی فرق هستش. خیلی اگه بخوایم واضح‌تر بگیم بین اوکراینیا و دقیقاً اوکراینیا، یه جا که ما میریم به ما خیلی راحت میگن آقا این اوکراینی، این اروپایی، نژاد برتره، شما از ایران اومدی، شما ایرانی، اروپایی نیست. یعنی اینو شنیدید که بهتون گفتن؟ قشنگ چشم تو چشم خودم با هم صحبت کردم، بهمون گفتن، ولی دیگه همینه دیگه. متاسفانه تبعیض قائل میشن اینجا. الان چی کار میکنید اینجا؟ من درسمو خوندم، به من اینستامو گرفتم، الانم دارم کار میکنم. مشغول کار. و چه تصمیمی دارید اینجا؟ تصمیم داریم که بمونیم اینجا، زندگیمونو بکنیم، ولی دیگه متاسفانه به خاطر شرایط ایران ما نمیتونیم برگردیم بریم ایران، چون دیگه خیلی افتضاح شده دیگه. جمهوری اسلامی کاری کرده که همه رو فراری داده از تو ایران. دیگه ما هم بایدیم محکوم به موندنیم اینجا. ممنونم از شما. دیگه شما چون آفتاب اینجاست اگه به این سمت بیاین خیلی خوب میشه. شما چند وقت آلمان هستید؟ من نزدیک 3 سال هستش که به آلمان اومدم. و الان چی کار میکنید؟ 2 سال اولو زبان آلمانی رو خوندم تا به اسوای رفتم، لونین دوچلند پلیتیکو امتحان دادم، قبول شدم، گواهینامه‌مو گرفتم، چند تا مدارک کوچیک دیگه هم گرفتم. الان که میخوام اوسبیلدونگ شروع کنم تو آلمان به یه سری مشکلات برخوردم. مثلا من از ایران مدرک دانشگاهی دارم، ولی اینجا قابل معادل سازی نبود دقیقاً، برای اینکه بعد ریزنمرات دانشگاه ایران رو می آوردم. خب برای من الان مقدور نیست به عنوان پناهنده برگردم به ایران یا کسی بره دنبال این مدارک. به خاطر همین مثلا به من هوخشورایفه دادن، یه چیزی مثل دیپلم یا فوق دیپلم ایران میشه. بعد یا مثلا یه سری مسائل دیگه ای که من میخوام الان اوسبیلدونگ شروع کنم نیاز به پاسپورت ایرانی دارم. خب من اگه قرار بود پاسپورت داشته باشم که به عنوان پناهنده هیچ وقت به کشور آلمان نمی اومدم درخواست پناهندگی بدم. خب با پاسپورت رو میخوام برای اینکه هویت مشخص بشه و اینم در واقع جزء قوانین است که شما موظف هستید هویتتون رو مشخص کنید. بله از این نظر قانون درسته، ولی خب برای کسی که قادر نیست پاسپورت ارائه بده، کارت ملی و شناسنامه ایرانی من ترجمه شده و اورجینالش رو به استاندارد دادم و تایید هم کردن که من ایرانی هستم، از تهران اومدم، ولی خب هنوز این مشکلات رو دارم. ولی بعضی جاها توی آلمان تبعیض‌ها آدمو اذیت میکنه. مثلا اونجوری که من شنیدم از دانشگاه‌ها پناهندگان اوکراینی بدون معادل سازی مدارک میتونن به دانشگاه برن یا اوسبیلدونگ بکنن یا کار بکنن. به طور مثال من یه دونه پیشنهاد کاری خیلی خوب داشتم، یه شرکت بزرگ، ولی چون برای اجازه کار و نامه‌نگاری بیشتر از 1 ماه طول کشید من متاسفانه این کار رو از دست دادم.
ولی مثلا دوستان اوکراینی ما بدون اجازه کار همون روزی که قرارداد کاری ببندن میتونن شروع به کار بکنن. یه سری این کاغذبازیایی که آلمان تبعیض قائل میشه بین بقیه میتونه زندگی خیلی‌ها رو از بین ببره. ولی در کل میشه گفتش که خب 100% آلمان کشور بسیار امن‌تری از جمهوری اسلامی هست و نمیشه گفت بد کشور بدیه نه کشور فوق‌العاده‌ایه، ولی خب ما هم مجبوریم بالاخره با این قوانین و اینا بهشون احترام بذاریم و به جلو بریم تا اینکه ببینیم چه اتفاقی میفته. و یه جمع‌بندی بخوایم بکنین ارزشش رو داشت که با آلمان بیاید یا نه؟ بله میتونم بگم 90% بله. بس قابل به ذکره که آلمان یه گزینه‌ای بودش که ما مجبور بودیم انتخاب بکنیم، چون میشد کشورهای خیلی بهتری باشه اگه آدم بخواد مهاجرت بکنه، ولی برای پناهندگی فکر میکنم بهترین گزینه بودش که مجبور بودیم بریم. بسیار عالی، خیلی ممنون. شما می‌خواستی صحبت کنید؟ اگه شما تازه وارد هستی، فکر کنم 7 ماه اومدین، 9 ماه اومدید، هنوز عرقتون به قول معروف خوش نشده. حالا من نمیتونم بگم که حالا خوبه یا نه، خیلی زوده، ولی نظرم اینه که آدم چه ایران بخواد باشه چه اینجا باید رو خودت حساب کنی، صد خودتو بذاری. من خب موقعی که داشتم میومدم یه سری آدما یا دوست فامیلی امیدایی داشتم، بعد میای اینجا اولین چیزی که میفهمی اینه که هیچکی اینجا باید کاری طرح برات خورد نمیکنه، باید خودت همه چی رو انجام بدی. و درسته آلمان هم چیزی برات نریخته که اینجا بگی فرش قرمز برات پهن میکنه و اینا، اما اینجا به نظرم شرایطش هست که اگه واقعا پتانسیلش رو داشته باشی بتونی به موفقیتات برسی. تو ایران ولی نه، تو ایران اصلا یه جور حالت ایزوله است، مافیاییه، اصلا نمیذارن، یعنی یا باید به یه جا وصل باشی، ولی اینجا نه. اینجا به نظر من، میگم حالا شاید خیلی زود باشه، اما اگه اون تلاش تو صد تو بذاری واقعا، خیلی مشکلات دیدم تو همین چند ماهی که 9 ماهی که اومدم، خیلی روزای سخت و حالا خوب و اینا همه چی دیدم، ولی راضیم. من تا الان راضی بودم، به مشکلات خیلی خوردم ولی باز راضیم. به نظرم خیلی تصمیمی که گرفتم اصلا پشیمون نیستم. بین این همه کشور اروپایی که هست چرا آلمان رو انتخاب کردین؟ چی شنیدید از آلمان که گفتید برم آلمان؟ خب خیلی تحقیق کردم. اولیش به خاطر همون دوست و فامیل بود که اشتباه بود، البته میگم فقط باید رو خودت حساب کنی، ولی بعدیا قدرت خرید، اقتصادش و همین امسال سوم شد اشتباه نکنم. به نظر من من خودم به شخص اول آمریکا رو دوست داشتم، ولی خب آمریکا یه جای خیلی دوری و نمیشه. گزینه دوم تو اروپا 100% آلمان بهتره. من نظرم اینه، آلمان خیلی خوبه، فقط زبانش واقعا، و مخصوصا اگه بخوای انگلیسی صحبت کنی یا فارسی، اصلا یه جور آلمان بلدن ولی میگم آره اینجا فقط باید در واقع با آلمانی کار راه میفته. آره دقیقا. خیلی ممنون، مرسی نظرات مختلف رو شنیدیم، میخوایم نظر شما رو هم بشنویم. آیا ارزشش رو داشت که به آلمان بیاید؟ پناهندگی به آلمان چطور بود براتون؟ زیر این ویدیو برای ما کامنت بذارید، بنویسید و تا برنامه بعدی ازتون خداحافظی میکنم. مرسی.